خوش اومدید به کوروش ایکس. بچه امروز اومدیم ویدیوهای خندزار با هم ببینیم که اینجا گذاشته میشه، ادیتور میذاره. بچه ویدیوهای خندزاری که از این بچه ویدیو خندزاری بیشتر که الان بریم با هم ببینیمشون. دیدمت. سلام آقا. سلام. چرا باز دیر اومدی مدرسه؟ آخه آقا بابام بیمارستان بود. باشه. بیا سنجا. مرسی. بازم که دیر اومدی. حتما امروز هم بابات بیمارستانه. آره چون بابام دکتره. بشین سنجا. درس رو خوندی؟ نه نخوندم. اومدم شما بهم یاد بدین. اگه می‌خواستم خودم بخونم نمی‌اومدم مدرسه که. خب بچه‌ها هر چی میتونید نمیشه و بنویسید همشون تو امتحان میاد. یعنی مدرسه رو آقا داشتیم مینوشتیم چرا پاک کردیم؟ خب بچه‌های عزیزم امروز سلام آقا. بازم دیر اومدی مدرسه. آقا یه پیرمرده در مدرسه‌مون بود. 100,000 تومان پولشو گم کرده. آفرین کمکش کردی پیداش کنی؟ نه وایساده بودم روش تا بره. تمک زدی. واقعا متاسفم برات. میدونی دزد کیه؟ بله آقا. اگه میدونی بگو ببینم. اگه یکی بیاد کیفمو از تو جیبم برداره، پولای توشو دراره برا خودش، این کیه؟ زنته. قیافت اینجوری نکن. قدیما ما میگفتن قیافتونو زشت نکنید میمونه روتون. پس اختارم بهت داده. آقا اجازه است بریم دستشویی؟ نه. خب بچه‌ها امروز میخوام راجع به مشاغل صحبت کنیم. به ترتیب بگید وقتی بزرگ شدید میخواید چیکار بشید؟ پرهام. آقا ما سریم یه معلم عالی بشیم مثل شما. خیلی عالی عزیزم ولی بعد سخت براش تلاش کنید. امیر. آقا ما بابامون 3 تا کارخونه داره. گفت بزرگ بشی مدیر 3 تا کارخونه میشی. خدا بده از این شانسا. تو چی؟ من شریک امیری. میدونی ته این خطکش کیه؟ یه احمقه. آقا یه سوال بپرسم. مگه شما میدونید ته خطکش کدوم طرفشه؟ اینو بخون. خواب خواب. اینجا واو و الف با هم دیگه آ خونده میشه. حالا اینو بخون. جاب. نه. جواب. اینجا واو و الف خونده میشه. بذار یه مثال دیگه برات بزنم که بهتر بفهم. خب اینو بخون. خواهر. آفرین. حالا اینو بخون. جوهر. نه. جواهر. اینجا واو و الف خونده میشه. حالا که یاد گرفتی الان بخون. اینو بخون. خواه. آفرین. حالا اینو بخون. خبار. نه این همیشه خواه. و یه و اضافه داره منطقت کجا؟ چه میدونم همون که من حواست معلم باشه امشب مامانم بگم میام خونه. باشه حواست باشه. هی مگه نگفتم گوشی سر کلاس نیاری؟ میخوای به مشکل بخوریم با هم آره؟ 99% زندگی مشکله ولی شما همون 1% حل شدنی هست. منتظر این بودی 2 تا خردسال کف بزنم برات بین حضار؟ فکر کردی اینجوری گنگ شدی چاقال؟ گم شو بیرون بابا. بچه ها که از این ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب کنید تا یه ویدیو دیگه با کوروش ایکس خداحافظ.